همدان بود از سخنگویان حماس. نورمن فینکلستین، استاد علوم سیاسی و مؤلف کتاب تصویر و واقعیت نبرد اسرائیل و فلسطین از نیویورک ماست. آقای فینکلستین، واقعیت این جنگ چیه؟ جنگ فعلی که بین حماس و اسرائیل در جریان هست. هدف اسرائیل اگر دقیق تر بگیم از این جنگ پرتلفات چیه؟ ابتدا حمله علیه حماس شروع شد به خاطر اینکه حماس ملحق شد به و تشکیل داد دولت اتحاد ملی رو با فتح و پذیرفت که مذاکراتی داشته باشه و اون مذاکره و اون توافق با فتح در حقیقت پیشنهادش رو آمریکا و اتحادیه اروپا داده بود. حماس پذیرفت اون شرایط رو و پذیرفت که این دولت اتحاد ملی رو تشکیل بده و اون وقت آقای نتانیاهو استفاده کرد از اون این ربوده شدن اون سه تینیجر نوجوان اسرائیلی رو به عنوان یک بهانه استفاده کرد، به خاطر اینکه هیچ کس نمیدونه که چه کسی اونها رو ربود، هیچ کس نمیدونه که چرا اونها ربوده شدن، ولی آقای نتانیاهو استفاده کرد اون سه نفر رو یک بهانه‌ای پیدا بکنه تا سعی بکنه حماس رو نابود بکنه تا بتونه دولت اتحاد ملی رو از بین ببره و یک بهانه جدیدی بره که به اسرائیل که مذاکرات صلح رو ادامه نده. ابتداً اونا میگفتن که ما با فتح و حکومت خودمختار فلسطینی نمیتونیم مذاکره بکنیم به خاطر اینکه اونها نماینده همه فلسطینی ها نیستن. اما الان و اگر که این توافق پیش میرفت و حماس و فتح با هم دیگه دولت اتحاد ملی تشکیل میدادن، این بهانه گرفته میشد از اسرائیل. یک دانشمند سیاسی، یک استاد علوم سیاسی اسرائیل به این حرکت فلسطینی ها گفته بود که این در حقیقت حمله صلح فلسطینی ها هست، دارن با هم دیگه متحد میشن و با متحد شدن بهانه اسرائیل برای عدم مذاکره رو از اسرائیل میگیرن. ما بعد از اینکه اون مرحله اول بود، حالا الان ما وارد مرحله دوم شدیم. دولت اسرائیل یک معضلی رو پیش روی خودش میبینه، میخواد که یک حمله رو اگر که بخواد به صورت خاکی و زمینی حمله بکنه دچار مشکل خواهد شد، به خاطر اینکه ممکنه که خودش تلفات ببینه، همونطوری که در سال 2008 و 2009 دیدیم. باید هر چیزی رو که میبینه نابود بکنه، اما اگر هر چیزی رو که میبینه نابود بکنه تا جلوی تلفات اسرائیلی ها رو بگیره. آقای فینکلستین، شما اشاره میکنید، میگید که اسرائیلی ها صلح رو نمیخوان، در حالی که این اسرائیلی ها هستند که خودشون رو تحت تهدید موشک‌های حماس می‌بینن. کدوم مردم، کدوم کشور دنیا هست که صلح رو نخواد و نخواد در آرامش زندگی بکنه؟ اسرائیل صلح میخواد. هر کسی در هر کشوری صلح میخواد. هر کشوری هم که تجاوزگر بوده اونها هم به دنبال صلح بودن. سوال اینه که صلح به چه شکلی؟ صلح با چه شرایطی؟ اسرائیل یک حق برای دفاع از خودش رو میدونه. دولت بریتانیا و BBC هم از اسرائیل و حق او برای دفاع از خودش حمایت میکنن در مقابل این حملات ابتدایی حماس. اما اسرائیل عملاً داره از حق خودش برای ادامه اشغال اراضی فلسطینی دفاع میکنه و از حق خودش برای مبارزه با فلسطینی هایی که میخوان علیه این اشغال برخورد بکنن. پس حق شماره یکی که اسرائیل برای خودش منظور داره حق ادامه اشغاله و حق دوم حق کشتن فلسطینی هایی که بخوان با این اشغال اراضی مخالفت بکنن. از طرف دیگه فلسطینی ها هم دو تا حق داره بهشون داده میشه از طرف جامعه بین‌المللی. یکی حق این که بتونن به آهستگی و به تدریج کشته بشن، بمیرن، به خاطر این
این تحریم و محاصره‌ای که غزه که صورت گرفته در این چند سال گذشته. پس این به نظر میرسه که این حق اونهاست که یا به آهستگی و به تدریج بمیرن یا اینکه حق این دارن که خیلی سریع بمیرن. آقای فینکلستین، ما قبل از این گفتگو با سخنگوی حماس داشتیم صحبت میکردیم. سخنگوی حماس تأکید داشت که ما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم. خیلی از اسرائیلی ها، مقام های اسرائیلی میگن که چطور میشه با سازمانی که کنار اومد یا در کنار گروهی زندگی کرد که هم مسلحه، هم مناطقی رو در اختیار داره و هم حق زندگی رو برای ما قائل نیست. من فکر میکنم که شما مشکل دارین در شنیدن به حرفای من فکر میکنم انگلیسی من خیلی واضح هست. فکر میکنم هر دو میتونیم توافق بکنیم که یک دولت اتحاد ملی داشت تشکیل میشد. حماس پذیرفت که بپیونده به این دولت. حماس توافق کرد با شرایط این دولت اتحاد ملی، شرایطی که توسط اتحادیه اروپا و توسط آمریکا پیشنهاد شده بود. پس مشکل چیه که بشه با اینها مذاکره کرد؟ مشکل اینه که اسرائیل نمیخواد مذاکره بکنه و به همین خاطره که این کشتار رو در کرانه باختری شروع کرده. بعد از ربوده شدن اون 3 نوجوان بیشتر از 700 فلسطینی رو دستگیری کرد، 11 غیر نظامی رو کشت، من جمله 4 کودک رو در اون کشتارش که به دنبال اون ربوده شدن اون 3 نفر اتفاق افتاده بود. به خاطر اینکه همه این تلاش‌ها برای این بود که اسرائیل حتما بتونه یک واکنشی رو از حماس بیرون بکشه تا ناچار نشه که وارد مذاکره بشه. حالا سوال من از شما اینه: اگر یک دولت اتحاد ملی شکل می‌گرفت، اگر که اتحادیه اروپا و آمریکا میپذیرفتن که با یک دولت اتحاد ملی مذاکره بکنن، چه چیزی میتونست جلوی توافق رو بگیره؟ شما میگید که حماسه، اما این باعث میشه که این عملا باعث میشه که شما تبدیل بشید به کسی که داره دفاع میکنه از اسرائیل. به خاطر اینکه آقای فینکلستین، من نظر طرف اسرائیلی رو مطرح کردم. ما در جایگاهی نیستیم که از طرفی اعلام حمایت بکنیم یا طرفداری بکنیم یا هم طرفی رو محکوم بکنیم. یک رسانه کاملا بی‌طرف هستیم. شما درباره مشکل اسرائیلی ها و فلسطینی ها درباره این جنگ کتاب نوشتید، در این زمینه کار کردید، تحقیق کردید. این حالتی که الان به این شکل داره ادامه پیدا میکنه چه پیامدهایی میتونه در اسرائیل داشته باشه؟ برداشت من این هست که از نظر شما این بی پیامد نیست برای اسرائیل. اگه کوتاه جواب بدید ممنون میشم. اسرائیل الان همونطور که گفتم یک معضلی رو پیش روی خودش میبینه. برای اگر بخواد که شروع بکنه یک حمله زمینی رو، باید هر چیزی که جلوی چشش هست ببینه و نابود بکنه. به خاطر اینکه جامعه اسرائیل نمیتونه بپذیرفته که خودشون تلفات بدن. اونها کشتارهای با تکنولوژی خوب رو دوست دارن، نمیخوان جنگ ببینن اتفاق بیفته و تلفات خودشون رو ببینن. اگر در این حال نمیتونن این کارو بکنن و هر چیزی که میبینن نابود بکنن، به خاطر اینکه بعد از کشتار 2008 وقتی که 1400 فلسطینی کشته شدن، بیشتر که 1200 نفرشون غیر نظامی بودن، در طرف اسرائیل فقط 13 اسرائیلی کشته شده بودن و فقط 3 نفر از اون 13 نفر غیر نظامی بودن. جامعه بین‌المللی بعد از اون کشتار غزه نخواهد پذیرفت و تحمل نخواهد کرد یک کشتار خونریزی دیگر رو از طرف اسرائیل. به همین خاطر این معضل پیش رو هست، دیلما هست، نمیدونه چی کار باید بکنه. هیچ شکی نیستش که جامعه بین‌المللی چی کار باید بکنه. اینجا من همون حرفی که سازمان عفو بین‌الملل گفته، همون حرف رو میخوام تکرار بکنم. اول از همه سازمان عفو بین‌الملل گفتش که باید یک تحریم نظامی علیه اسرائیل و فلسطین باشه. من کاملا موافق هستم. دوم اینکه باید یک تحقیق بین‌المللی صورت بگیره در باب جرائم جنگی که صورت گرفته. و سومی پیشنهاد من هست، نه پیشنهاد عفو بین‌الملل، که به نظر من از همه مهمتره. باید
یک تحریم بین‌المللی باشه علیه اسرائیل تا زمانی که اسرائیل بپذیره که این درگیری رو پایان بده یک بار برای همیشه و تحت شرایطی که جامعه قوانین بین‌المللی در نظر داره. خیلی ساده است و شدنی هم هست. اسرائیل باید به پایان برسونه این درگیری رو یک بار برای همیشه تحت قوانین بین‌المللی. اسرائیل این حق رو نداره که بره وارد غزه بشه هر دو سه سال یک بار و اون همون جوری که از اصطلاحی که استفاده میکنن بخوان انگار که چمنها رو کوتاه بکنن. روزهای کوتاه کردن چمن اسرائیل در غزه به پایان رسیده و باید مورد تحریم قرار بگیره تا زمانی که طبق قوانین المللی این رو به پایان برسونه. نورمن فینکلستین، استاد علوم سیاسی و مؤلف کتاب تصویر و واقعیت نبرد اسرائیل و فلسطین، ممنونم از حضور شما در برنامه.